اینجا دروازه جادویی شهر ماست. این دروازه هر روز برای 25 تا از بچه‌هایی که کار خوب انجام داده باشن ظاهر میشه و اونا رو میاره تو این شهر. ایشونم دروازه‌بان شهر ماست. میگم اگه دروازه‌بانه پس کو دستکش دروازه‌بانی شو. بذار ببینم اگه دروازه‌بانه میتونه این توپو بگیری یا نه. چیکار مگه آزار داری بچه؟ آقای پاشا شد کرد. چیکار کردین؟ ایشون که دروازه‌بان ورزشی نیست، نگهبان دروازه شهره. ببخشید بابا جان، میشه دودی قابل منو نبرین؟ نه. ببخشید، مثل اینکه چند تا از بچه‌ها اومدن مدرسه و الان باید اونجا باشم. با اجازهتون میرم. البته اگه شما هم دوست داشتید میتونید همراه من بیایید. بله. با کمال میل؟ با کمال میل. اینجا خانه معلمه.